بگم که شعور مردمی ما از آن جمله مردم دارای ما جا شود، باید فوندهای مثلا خیریوی بسیار باشند. آنها برده به آنجا سپرند و بدانند که این فوندها روانه شدند به بیماران، از آن جمله بیماران سرطان، با اون کسانی که بیکس و کوی هستند، به خانه های کودکان، به یتیمان. یعنی که این فوندها آنها را اداره کنند و این مکانیزم ساخته شده است در سالهای آخر. ما میبینیم این مکانیزم که در جمعیت تشکیل شد می توانند که آنها برده این کارها رو، یعنی که خیرات ها رو کنند. این دویم سببش است. و سوم سببش بسیار وقت آدمان از دارایی خود میترسند. آنها فکر میکنند که اگر دارایی خود را نشان دهند سببی مثلا توجهی مردم جمعیت، توجه کسانی که مثلا گویم که عادتهای بد دوستی و بسیار چیزها دارند، از این چیز میترسند. یعنی آنها یک گویم که یک چیزی گویم که امنیت خود را از دست دادن فکر میکنند. ولی مکانیزم هایی که حالا در جمعیت ما گذاشته شدن، از آن جمله حفظ شهروندان ما، خیلی مثلا جا به جا درست گذاشته شده است که هر یک شهروند میتواند که آزادانه این یا آن کاری که دوست دارد آن را بکند. و یک چیز دیگر از مردم آن میترسند که این خودنمایشی نشود. برای همین خیرات باید پنهانی باشد. خب تشکر میکنیم از شما و میشود از گفته‌های شما چنین برداشت کرد که با اصطلاح در همون سمتای روزمره خیش یا در سمتای سالانه خیش باید یک فایز خوردککی رو به نام خیر نیست 10% درآمد خود رو باید به نام خیر باید، چون به خاطر که زمان دیده میشد یا شنیده میشد از رسانه های جهانی که مثلا نفران ثروتمند دنیا، اگرچه من به کدام خاطر از نقطه نظر روانی خواستم این موضوع مطرح شود، نفرانی که مثلا دین‌های اونها تماما مختلف است، من معلومات دقیق ندارم که در دین‌های اونها تا کدام حد خیر را تأکید کردند، ولی زیاد همچون یک نشان دادن یک انسانی مسئولیتناک یا یک شهروند دلسوز به وطن، به ملتش خیلی خیرهای خوب هم میکنند. اون هم دیده می شود که از طریق یک خیر چقدر بینوا، چقدر بیچاره، چقدر معیوب، چقدر یتیم خرسندی میکند. این هم شاید یکی از چیزهایی که شما گفتید فوند، از زمانی که یک نفر میرود و بعد از اون که خیر رو میدهد و میبیند که خیر اون چیکار کرد، 100 نفر 80 نفر رو خرسند کرد، اشک چند نفر یتیم رو باز موند، زمانی که یک نفر میبیند که او توانست البته شاید لحظه از عمر کسی رو چقدر لحظه به عمر کسی شادمانی بخشید، شاید که همین چیز نیست تأثیر روانی بکند و مراتبه های دوم و سوم خوب خودشان به طور خودکار از پی خیرهای خیش بشوند. خب به هر حال تشکر از شما. و دوستان عزیز، برنامه رمضان و سلامتی از دیدگاه روانی با دکتر محمود کبیرزاده، متخصص طب شرق و روانشفا، اینجا از طریق رادیو صدای آسیا به طور مستقیم ادامه دارد و شکل تلویزیونی این برنامه روز جمعه ساعت 20 پخش میشد. میتونید که از شکل تلویزیون از شکل تلویزیونش را از طریق تلویزیون ریگر تماشا بکنید. اگر پرسش دارید میتونید که از طریق رقم های 93444 94444 و رقم های وایبر، واتساپ و ایمو 939 59 03 25 برسونید. خب پرسش نوبتی: برای تربیت نفس تا کجا منفعت دارد روزه گرفتن؟ به خاطر که خود نفس انسان خیلی سرکش است و گاه شاید به خیلی جاهای میرساند انسان را که خود انسان هم شاید از اون راه های و از اون جاها حذر دارد. ولی من تنها از اون نظر دینی جای شنیده بودم که مثلا برای تربیت نفس این یکی از روش‌های خیلی خوب است. میخوام از نقطه نظر روانی بدونم که تا کجا منفعت دارد تربیت نفس یا خود همین شکستن نفس. درست است. در روانشناسی یک نمود آدمان ایمپولسیوی میگویند. یعنی که ایمپولس هست، یک سیگنال هست، یک چیزی که از درون او، از آن جنوگم که از نفس او میآید،
و آدمانی هستند که اینتלקטואلی هستند، میگیم که آدمانی عقلی هستند. آدم ایمپولسیوی هر چی که از باطن او پیدا میشد همون رو میکنند، یعنی با اون ضد برآمدن نمید. اگر با اون چیز ضد برآید عصب‌های او ویران میشن، با اون چیز اگر ضد برآید یا که یک سیستم زندگی خود رو ویران میکند، با اون چیز ضد برآید سبب ناراحتی ها و احساس ها و جنگ و جدال های دیگر شدنش ممکن است. ولی آدم اینتלקטואلی چنان میکند که این ایمپولس های باطنی خود رو، اون سیگنال هایی که از درون او میآیند، به مانند گرسنگی، به مانند حلاوت بردن، به مانند خواب، خواهش سخت خواب، به مانند دیگر چیزهای نفسی که مثلا انسان دارد، انسان با واسطه عقل خود به آنها یک صدی میکشه، یک صد ساز میکنند تا آنکه آنها نگذرند. و بسیار کسانی هستند که وقتی که قوه باطنی خود را میبینند در ماه شریف رمضان، از آن جمله کسانی که استعمال مثلا غذای بسیار میکنند یا که وقت خود رو در حالتهای راحتی که روزگار میگذرانند، یا که ناس میکشند، یا که سیگار میکشند، یا که عادتهای دیگری دارند که آنها یعنی که دست کشیدن از آنها بسیار قین است. تصور کنید یکی میشود که انسان باید اراده خود را، اینتלקت خود را، ذهنیت و قوت خود را باید استفاده برد بر ضد این طلبات ها. یک جنجال برخورد سخت به وجود می‌آید و در این وقت انسان خودش را می‌بیند که صاحب اصلی خودش بود است یا نه. چون که در درون انسان که چیزهای حیوانی هستند، طلبات هایی که در عالم حیوانات هست و طلبات هایی که در عالم انسان، یعنی چیزهای انسانی هست و این دو چیز مبارزه میبرند و انسان در این وقت میبیند که اگر که طرف های انسانی خود را تربیت خوب کرده باشد غالب میآید و اگر که طرف های حیوانی خود را که در آن چیزی که در ما از نفس هست در حیوان هم هست و بیند که آنها رو اداره کردن نمیتواند، پس بداند که خیلی فایز زیادی او در عالمی که حیوان زندگی میکند. برای همین تیز بشتابد تا اینکه بزینه انسانی بیاد. این باری دیگر میگم که ما جنبه های دینیش نمیگوییم، بگذار داملاحود کسانی که در این ساحه مسئول هستند جنبه های دینی او رو گپ زنند و بگویند و تازه شوی گناه ها گویند و چیزهای دیگری که سپری از آتش دوزخ میشد گفته. این یعنی که یک فلسفه خودی دینی خود را دارد، ولی جنبه های علمی، جنبه های روانی همین چیزها هستند که انسان خودشناسی را از همین وقت واقعا حس میکند که چه قوه در نهاد او است. ولی این معنا ندارد که وقتی انسان بیند و گوید که من نمیتوانم. بعضا ما همین خیلی میشد سالهای اول وقتی که ما روبرو میشدیم با یک قوه گرسنگی، با یک قوه تشنگی، با یک قوه مثلا دیدن چیزی یا چیزی حلاوت گرفتن، ما قریب که نمیتوانستیم بر ضد آن قوه بیستیم. لیکن فقط ما نایستادیم در یک حالت، ما هر زمان زینه به زینه، قدم به قدم همون عالمی گویم که باطنی خود را به دست گرفتن سر کردیم و ایستا آمدیم یک چیزی عادی شد. مثلا تصور کنید که برای اون که انسان ها یک قالبی که در خود می سازند آن را بشکنند، یک قالبی است که گویم که ما سحر باید غذا خوریم، نصف روزی باید غذا خوریم، بگاهی باید غذا خوریم، بعضا ساعت 11-12 یک نیمه روز ناشده باید یک غذای سبکک باشد و انسان ها به این عادت کردن. و تصور کنید که شما چند بار که خوراک نصف روزی نخورید، قالب ها را شکستن در کار. ما اگر به این قالب ها زندگی کنیم شاید وقتی میباید که انسان یکان دولت دیگر میرود، امکاناتی رعایت کردن این چیزها نمیشد، بیمار شدنش ممکن است، جنجال ها در سر پیدا شدنش ممکن است. وقتی حالت هایی است که امکان نیست که همون چیزی خواهش او عملی شود، در این وقت با او عادت کردنش ممکن است. برای همین یک نازکی هایی دارد که انسان در این دوره یک خودشناسی خود را میفهمد، قدم های اول خود را برای فتح کردن، برای خود را غلبه کردن میزند و
قهرمان همون کسی است که غالب بر خودش می شود. یعنی می شود گفت که مبارزه کردن را انسان می آموزد آهسته آهسته. البته ما اما وقت می بینیم که در هر جایی هست این قوای مبارزه هست، قوای یگانه و قواهای به هم ضد. یعنی که این چیزی فلسفی است، کاتگوری فلسفی است که یگانگی و قواهای به هم ضد. در درون قواهای یگانه با قواهایی هستند که ضدیت. مثلا یک عائله را گیریم، همه وقت بین زن و شوهر مبارزه هست برای درآمد رو به دست گرفتن، درآمد خانه رو به دست گرفتن. همین طور هم در درون انسان است. همه وقت ما در بین میانه سر قرار داریم و از چهار طرف ما ایستادگی هستند: وجدان ما، عقل ما، احساس یعنی دل ما، اون چیزی مردم میگن دلم میگوید، نفس ما، شخصیت ما، طبیعت ما و روح ما. اینها اگر ما استوار نباشیم، یعنی که در داخل خود ما اگر شاه خود نباشیم، اینها با یکدیگر می جنگند. و تصور کنید نفس نقص نمیبیند وجدان را، یا که دل عقل را. دل عشق محبت دارد ولی عقل میگوید که است این سبب مشکلات های اجتماعی تو شدنش ممکنند، ولی دل میگوید من دوست میدارم و من منطقی تو رو قبول ندارم. فقط انا همون آدمی که در بین ایستادگی هست و همون گویم که شخصیت هست، گویم من هست، گویم در درون اون روح هست، اون یک چیزی است که در بین ایستادگی است، اون قرار قبول میکند. نه دل، نه نفس، نه وجدان و نه عقل و نه شخصیت. اون کسی در بین ما و شما هست، انا همون کس قرار را قبول میکند و اون همه وقت اگر خودش قرار را قبول کند درست قبول میکند، چون که اون نماینده کیهان است. سپاس از شما. و چیز دیگر قبلتر شما در بابت آن گفتید که بعد از فرجام مهم مبارک رمضان حتی دیده می شود که از طبق آماری طبی بعضی نفران حتی با بیماری های گفتید با مانند معده گفتید حتی از این بیماری ها نیز شکایت ها می شود. می خواستم بدانم که هنگام شام وقت افطار البته چی چیزها رو باید قطعا رعایت کرد؟ چون به خاطر البته از فردا آغاز می شود خود افطار کردن ها، بعضی از نفران چون که گفته همون رجای خوردن رو یا رجای افطار کردن رو رعایت نمی کنند. همون قاعده های عمومی رو می خواستم اینجا بگویم تا برای نفرانی که ما رو میشنوند یک راهنمایی باشد. ما میدونیم که معده بعد اینکه آدم روزه‌داری میکند میترسد. برای یک باره چیزی خنکی خوردن خوب نیست. مایه زیاد، بعضی‌ها تشنه میشن، بعضی‌ها گرسنه میشن، بعضی‌ها غذای بسیار میخورن، بعضی‌ها آب بسیار میخورن. این سبب ناراحتی‌های معده روده شدنش ممکن است. برای یک چیزی معتدل رو انتخاب کردن نکن. میگفتن با خرما کشادن یا با نشالا کشادن، این خیلی دانا هست. برای این کارها رو میکردن، با چیزهای شیرگرم روزه رو کشادن و اندکی خوردن و امکانات دادن که سریشتان رو کار کرد کنند و پس آنتر آهسته آهسته یعنی که علاوه کردن آن غذاها، یعنی که شتاب نکردن، یک باره معده رو پر نکردن. انا این آن چیزهایی هستند که باید در شام آن رو رعایت کرد. سپاس از شما. و چیز دیگر در بابت زنهای حامله شما قبلا گفتید و من میخواستم بدونم که در کدام زنهای حامله در کدام دوره حامله داری باشند که قطعا نباید روزه داری کنند به خاطر که تا بر طفل بطن اونها ضرر نرسد؟ ما داریم یک سبب های مثلا مشکلات ها داشتن از آن جمله از طرف جسم، کمبودی های جسمی در مسئله اکسلراتیا قد و قامت ملت. ما داریم فکر و اندیشه میکنیم چون که این یک سمت کاری ما هست و ما پیشنهادها میکنیم و شکر خدا و وطن امن خیلی چیزهای کارکردهای خوبی در این سمت دولت حکومت کردند و دستگیری کردند بعضی پیشنهادهای ما را. من میخواستم که یک چیز رو قید کنم، اون رو که ما اگر از روی عقل بگیریم زنی که حامله دار هست برای 2 کس غذا میخورد. ارگانیسم چنین است که وقتی که زن حامله دار است بهترین غذا رو به او میدهد
و بعد تولد زن ضعیف و سست می شود اگر کودک هم آسیب نبیند، کم خون می شود، دیگر الیمنت ها با اون نمی رسند. بعدی که تولد میکند شیرش کم است، بعضی میگه سیر غذا نیست. همه این نشان دادی اون است که او برای یک کس مثلا غذا خورد. برای همین اگر باز کمتر شود کودک با کودک هم نارسایی می شود و این سببی کمبودی های جسمی کودک شدنش ممکن است که استخوانش به حد نرم و ملایم شدنش ممکن است، ضعیف، انکشاف معینه سر او و دیگر عضوهای او شاید ناتمام مانند. یعنی که ما از روی نقطه نظری عقلی بگیریم، چیزی راسیونالی، برای ساختمان خانه گویا می شود که در نارسایی های مصالح ما یک خانه با قوت بسازیم. این از روی انا همین منطق است. برای همین در دوام یعنی که حامله داری روزه نگرفتن این برای آنها خوبتر است، چون که این به گنفاند ملی تاثیر میرساند. ولی باز به هر حال دیدن دکار ما میتوانیم که بعضی تحلیل های گذارانیم حالت سفیده او رو، کلسی، آهن او رو و دیگر الیمنت های خونی او رو ببینیم و بگوییم که او حامله دار است، حامله دار نیست، بگوییم که تو رو ممکن نیست. چرا؟ نشاندادهای مثلا مشخصی طبی هست، حالت هایی که البته ما میبینیم که همه چیزش بسنده است، یه روز دو روز روزه میگیرن، ما باز میبینیم، باز تحلیل هاش میبینیم که دیگرگونی ها نشد، با او اجازه داده میشود. ولی به هر حال که این حالو دسترسی در همه جا دسترسی مثلا تحلیلگاه ها که نیست، برای همین خوبتر است که آنها فکر کنند بعد تولد شیر دادن و کلان کردن روزه خود رو قضایی بگیرن و باز بر این مسئله میتونن مراجعت کنن و مسئولان، یعنی که این سمت مسئول هستند. تشکر از شما. شنوندگان و بینندگان عزیز، خاطرسان می‌شویم که برنامه گفتگوی ویژه در موضوع رمضان و طب با دکتر محمود کبیرزاده متخصص طب شرق ادامه دارد. این برنامه ما رو روز جمعه ساعت 20 نیز از طریق تلویزیون ریگر میتوانید که ببینید. خب اگر پرسش دارید میتوانید که از طریق رقم های 93 404 41 84 و رقم وایبر، واتساپ و ایمو 939 59 0325 فرستاده باشید. خب یکی از شرط های یا یکی از قسمت های اساسی برنامه ما مشق های روانی است که اینجا از محترم دکتر نیز خواهش میکنیم که یک نوع مشق روانی را اینجا پیشنهاد بینندگان و شنوندگان عزیز ما بگردانند. درست است، بسیار خوب قید کردید. ما بدانیم که خیلی که قید کردیم بسیار کسانی که با مشکلات های سلامتی در وقت ماه شریف رمضان گرفتار میشن، این البته از نیتی نادرست است. یعنی که نیت آنها تا زیر شعور نمی رود و وقتی که نیت تا زیر شعور رفت، آن وقت ما بگیم که سرشت انسان غذا طلب نمی کند، شربت های خود را حاصل نمی کند و عصب را ناراحت نمی کند. برای این یک مشق روانی هست که در رعایت این مشق روانی می توانند نیت خود را درست کنند و روزه به آنها زیان نرساند و کارهایی که در روز میکنند آنها را از عهدهشان برآیند و البته سببی بعد ماه شریف رمضان صحت سالم شدنشان گردد. برای ما میتوانیم درست بشینیم، آزاد باشیم، دستان خود را میتوانند اگر بالای یگان استال باشد یا که شیشه باشد یک بالای زانو های خود بگیرند و این مشق روانی را در سحر میکنند وقتی که سحر خیزک هست و وقتی که این مشق روانی را میکنند سیریشت زیر شعور تحت شعور درک مییابد و هاموز شربت های خود را حاصل نمی کند، بدن و نفس یعنی عذاب نمی دهند، یعنی بدن دائم روزی دراز قوت خود را نگه می دارد و معده روده در این وقت طلب غذا نکرده سیریشت ما با باطن ما سر میکند کافت و کاو رو تا اینکه سنگ های زیادتی در هر ستون میوره در هر کجا جمع شده باشند، نمک ها در گرده ها باشند، در تلخه باشند
гӯштҳои зиёдатиро, умуман дашғолу ҳар чизе ки дар сиришти инсон дар ин муддати 11 моҳ ҷамъ мешавад, онҳоро тоза кардан сар кунад ва умуман қариб ки сиришти инсон камбудии норасоии нерӯгии ғизоӣ ва обиро ҳис намекунад. дар ҳолати дуруст риоя кардани масалан ана ҳамин машқи равонӣ ки ҳоло мо гуфтем. дуруст бишинанд, озод, ором бошанд, худро дар байни майнаи сар гирифта ором шавед. ба нияти рӯза бишинед. яъне шумо мехоҳед ният кунед рӯзаро, ки рӯза мегирам аз субҳи содиқ то намози шом. ҳамин ниятро бояд таги дили шумо шунавад. ва вақте ки таги дили шумо ин ниятро шунид, он вақт рӯзона шуморо на нафсатон, на дигар талаботҳои дигари физиологӣ халал намерасонанд. шумо дар як ботини бисёр орому осуда бо ҳаловат рӯзгори худро мебаред. бадани худро сар диҳед, ором шавед, мушакҳои баданро мулоим кунед, нарм созед ва бо диққат бошед ки шумо ба зершуури худ ҳарф мезанед. бадани худро ором кунед. бинед ки ҳар куҷое ки нороҳатие дар баданатон бошад, онро бартараф созед. фикрҳои худро мушоҳида кунед. бинед ҳар фикр ба сар меяд. онҳоро шумо мушоҳида кунед. диққат надиҳед. ҳар як фикр эҳсосе медиҳад. эҳсосҳоро сарфи назар кунед. бадан агар нороҳатиҳое ҳис кунад, онҷо гардиши хун медиҳед. яъне ҳис кунед ки бадан аз гардиши хун таъмин аст ва дард нест мешавад. бадани худро шумо сар дода ҳис мекунед. оромии онро, вуҷуди тозаи худро. фикрҳо мегузаранд ва дар сар як холигии форами пайдо мешавад. ва шумо пеши назари худро диққат медиҳед. дар пеши назар як чизи аҷибе, як образе, тасвире пайдо мешавад ки рӯзона чӣ хел шумо ба қувват корҳои худро мекунед. бадани шумо қувват дорад ва шумо на ташна ва на гурусна мешавед. вазифаҳои ҳаррӯзаи худро иҷро карда истодаед. ин эпизод, ин тасвирро дар пеши назари худ бубинед. ва онро аз бадани худ гузаронед. метавонам ки ман рӯза гирам. метавонам ки ман рӯза гирам. ва рӯзаи ман аз субҳи содиқ то намози шом аст. маро халал намерасонанд. ман метавонам озодона ва хуб ин рӯзро гузаронам. сиришт хабардор шуд ва шуморо халал намерасонад. ва шумо аз субҳ то шом метавонед фаъолият кунед ва на ташнагӣ ва на гуруснагии худро ҳис намекунед. ин аст он чизе ки мо ба шумо гуфтем ва онро ҳар субҳ пеш аз он ки шумо хӯрохӯриро баҳс мекунед, ҳамагӣ 5-10 дақиқа такрор кунед. ва ин боиси дигаргуниҳои куллӣ дар таҳту шуури шумо мешавад ва шумо метавонед аз моҳи шарифи рамазон манфиати зиёд бигиред. аз он ҷумла сиҳат ва солим шудан ва будан. ташаккур доктор. ва бинандагон инчунин шунавандагони азиз, дар фарҷуми барнома низ якояки шуморо ба моҳи мубораки рамазон таҳният мегӯем. ин буд барномаи ин нашраи гуфтугӯи вижа бо доктор Маҳмуд Кабирзода. хотиррасон мешавем ки ин барнома ҳар рӯзи чаҳоршанбе ба таври мустақим аз тариқи радиои садои осиё пахш мегардад. инчунин рӯзҳои шанбе соати 18 низ ба шакли такрорӣ ва рӯзҳои ҷумъа, инчунин рӯзҳои якшанбе шакли телевизионии ин барнома аз тариқи телевизиони Регар албатта пахш хоҳад шуд.
то рӯзи дигар шуморо ба худованди поку бениёз меспорем. хайр.